بنده ایرانی هم هستم، به مملکتم هم علاقه دارم، لذا بایستی سبک و سنگین بکنم در صحبتام. با خود شما نه خیره، میخوام که دادگاه اون نکته رو به اون نکته توجه داشته باشه. هیچ کشوری عاشق چشم ایرانی نیست اگر خود ایرانی نباشه. میفرمان نریم به جزئیات. خیلی خوب، پس بنده چطور دفاع کنم؟ در هر صورت بخوام بگم که بنده زندگیم روشنه و از لحاظ مالی روشنه، از لحاظ سیاسی هم روشنه. اگر بنده ترسی داشتم در ایران نبودم امروز. آقای رئیس، بنده این شهامت رو داشتم بمونم اینجا، حتی اون روزه که انقلاب شد، عوضی که مثل عده‌ای از جمشیدیه برم و مخفی بشم، بنده میتونستم از شیان برم و مخفی بشم. بنده جناب آقای رئیس عمرم رو پشت سر گذاشتم. بنده زندگیم به طرف پایانه.